در زمانهای دور پدر بزرگ و قهرمان حاضر شد که عزیزترین داراییش را در راه الله متعال قربانی کند. این روز یادگاری از فداکاری حضرت ابراهیم علیه السلام، روزی که ایمان از جان عزیزتر گردید. عید قربان تنها یک رسم نیست، بلکه نشانه است از مهربانی و همدلی، جایی که دلها از رنگ و زبان فراتر می رود و انسان را در آغوش می گیرد. از کابل تا قاهره، از بلخ تا مکه، همه با یک صدا، یک نیت و یک دعا: پروردگارا ما را از خودخواهی پاک بساز و دلهای ما را با نور عشقت روشن بگردان. امروز روزی است مملو از نور و امید، روزی است برای بخشش، برای لبخند و برای همدلی. عید سعید اضحی بر شما و عزیزانتان مبارک باد. لوی اخترمو مبارک شد.